شما دقت کنید توی دوستان اطرافیانتون، اونا که حالشون بده، اونا که خیلی قصه میخورن، اونا که افسردن، اونا که داغونن، از در و دیوار اتفاقات بدتر براشون رخ میده. بعد به خدا شاکی میشن، خدایا منی که اینقدر بدبختم، دیگه این بدبختی نباید برای من رخ میداد، دیگه اینم افتاد روی اون بدبختی که من از قبل داشتم. نمیدونه که خدا این کارو نمیکنه، تو داری این کارو انجام میدی. جهان طبق قانون داره عمل میکنه. و برعکس اونایی که خوشبختن، حالشون خوبه، از در و دیوار اتفاقات خوب داره براشون رخ میده، شرط جالب برشون رخ میده. قانون داره این کار انجام میده. مولانا میگه در جهان هر چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد قسم باطلان را میکشند. نوریان از نوریان هم سرخوشند، ناریان ناریان را جاذبند. یعنی در این جهانی که ما زندگی میکنیم تمام اتفاقات داره در واقع به شکلی رخ میده که ما داریم فرکانس به وجود میاریم.